سلام دوستای خوبم، به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی من خوش اومدید. ممنونم که تا اینجا آموزش همراه من بودید. توی این ویدیو بقیه کنترلر هامون رو با استفاده از سرویس لایر ریفکتور میکنیم. پس با من همراه باشید و یادتون نره با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایتتون رو بهم نشون بدید. خب بریم کد رو ببینیم. خب ببینید ما توی ویدیوهای قبلی اول اینو من بزرگ کنم تا یادم نرفته. خب توی ویدیو قبلی پروداکت کنترلر رو اومدیم با استفاده از پروداکت سرویس ریفکتور کردیم. خب با بلاک که کلا فعلا کاری نداریم. کتگوری رو هم گفتیم که کار خاصی توش انجام نمیشه دیگه. ما میخوایم یه خط کد بنویسیم که بره توی سرویس ریپوزیتوری رو متدی که داخل ریپوزیتوری هست رو فراخوانی کنه. خب همینجا مستقیما هم کار انجام میدیم. چرا پیچیده تر کنیم؟ کامنتمون هم کد خاصی نداره، دقیقا مثل کتگوریه. داشبوردمون هم چیز نداره. پروداکت رو ریفکتور کردیم و حالا یوزر کنترلر. خب دقیقا مثل پروداکت میایم برای یوزر هم یه دونه سرویس ایجاد میکنیم. user service.php دقیقا مثل همون name اسپیسش اپ سرویسز و کلاس یوزر سرویس. خب کدامون رو اینجا بنویسیم. حالا من میام متدایی که توی یوزر کنترلر دارم رو نگاه میکنم. مثلا متد ایندکسمون رو ببینید. ما دقیقاً اومدیم یه سری ورودی داشتیم و اومدیم طبق ورودی که داریم تصمیم گرفتیم که آیا متد ترشت رو فراخوانی کنیم یا متد آل رو. خب ما اینو میتونیم میبریم توی یوزر سرویس. من اول کانستراکتورش رو براش ایجاد کنم. public function underline construct. خب ببینید پروداکت سرویس رو ببینید. ما اینجا گفتیم بیا بیرون از کانستراکتور یه پروتکت تعریف بکن. اینجا داخل ورودی بیا این کد رو بذار و دوباره این دیس این رو بذار بر. میتونیم به جای این مستقیما بیایم بگیم که پروتکت کار یوزر ریپوزیتوری اینترفیس دالر یوزر ریپوزیتوری و دیگه لازم نیست بیایم توی بدنه کانستراکتورمون هم بگیم دالر دیس یوزر ریپوزیتوری مساویه با یوزر ریپوزیتوری. خب حالا میام پابلیک فانکشن چه اسمی بهش بدیم؟ مثلا همون تو پروداکت سرویس چه اسمی دادیم بهش؟ get products get users. همون ایندکس هم میتونیم بذاریم هرچی که خودتون راحت تری. خب get users. خب ورودی که اینجا داریم دقیقا باید به کد یوزر کنترلرمون نگاه کنیم. یه آرایه دیتا رو ما میخوایم براش ارسال بکنیم که طبق این آرایه دیتا بیاد تصمیم بگیره چه داده ای رو به ما بده. array دالر دیتا، حالا دیفالتش هم یه آرایه خالی میذاریم. خب و میتونم همین کد رو دقیقاً بیام داخل اینجا بذارم و به جای اینکه اینا رو بریزم توی یوزرز ریترنشون کنم. خب درسته. و اینجا توی متد ایندکس یوزر کنترلر هم میگم دالر یوزرز مساویه با دالر دیس. البته اینجا توی کانستراکتور حالا من فعلا اینو اضافه میکنم چون که بقیه متدام نمیخوام خطا بخوره. باید بگم protected user service دالر یوزر سرویس. خب و اینجا میگم دالر دیس یوزر سرویس get users و دالر request all. البته فکر کنم بله دیتا رو اینجا ما توی ورودی هایی که به ویو توی داده هایی که به ویو ارسال کردیم اینجا
دیتا رو لازم داریم، پس من اینجا هم همون دیتا رو میدم. خب بیام یه لیست کاربرانم رو ببینم به چه صورت شد. خب درسته. حالا میرم لیست حذف شده ها نداریم، دوباره میگم توی لیست کاربران و این رو حذف میکنم. خب ببینید درسته. خب کرییتش که داده ای دریافت نکرده کاری نداره. استور میایم دقیقاً من یه بار دیگه پروداکت سرویس هم رو ببینم، گذاشتم استور پروداکت، آپدیت پروداکت، دیستروی پروداکت. من که یک پارچه باشه نگاه کنم که مثل هم باشه. میتونیم ولی اینجا رو هم دوباره ایندکس بذاریم، استور بذاریم، آپدیت بذاریم. پابلیک فانکشن استور یوزر. خب اینو اینجا متد استورمون دقیقاً یه دونه اری داره دریافت میکنه، اری دلار دیتا، و داده ها رو این کد رو کات میکنم میارم اینجا و ریترنش میکنم. اینجا هم میگم دلار دیتا کریت. خب و اینجا توی کنترلر هم میگم دلار دیس یوزر سرویس و استور یوزر دلار ریکوست آل رو هم به عنوان ورودی بهش میدم. به همین راحتی. متد شو که چیزی فعلا نداریم، ادیت هم چیزی نداره، آپدیت هم من دوباره میام اینجا یه متد فانکشن آپدیت یوزر، یه دونه یوزر باید بگیره و یه دونه هم اره دلار دیتا. خب دقیقا میایم همین کدی که اینجا داریم رو کات میکنم و در اینجا من ریترنش میکنم. به جای ریکوست آل هم میذارم دیت. خب و اینجا میگم بیا از متدی که داخل سرویسم دارم این رو بخون. آپدیت یوزر دلار یوزر و دلار ریکوست آل. خب دیستروی هم دقیقا به همین صورت دلار پابلیک فانکشن دیستروی باشم یا دیستروی پروداکت. دیستروی یوزر و خب اینجا یه دونه یوزر دلار یوزر رو دریافت میکنه و اونو دیلیت میکنه که اینجا هم ما میگیم دلار دیس یوزر سرویس دیستروی یوزر و دلار یوزر رو بهش ارسال کنیم. ریستورمون هم انتقالش بدیم به اینجا public function restore by restore user by colon name. چی نوشتم اینجا؟ by colon. خب دلار کد دلار و اینو ریترن میکنم. از یوزر ریکوست ریستور بای کلون به جای آیدی دلار کل رو میذارم و به جای ولیو هم یوزر هم ول رو میذارم. خب میام توی اینجا و میگم this user service restore user by colon id و دلار یوزر. خب اینو ریترن کردیم. بله اینجا هم ریترن داره. خب اگر یوزر نداشتیم آیتم مورد نظر یافت نشد، در غیر این صورت اطلاعات با موفقیت بازیابی شد. رو تستش میکنیم. خب این که متد ریستورمون اطلاعات با موفقیت بازیابی شد. بله این اومد اینجا، حذفش رو دوباره تست میکنم. اوکیه. ویرایشش رو میام مثلا این اطلاعات با موفقیت ویرایش شد. صفحه‌ام رفرش میکنم. بله
نیم تغییر کرده. خب و دوباره برمیگردونم به حالت. خب اوکیه. الان متد هامون رو با استفاده از یوزر سرویس اومدیم ریفکتور کرد. حالا اتنتیکیت رو فعلا کاش نداریم. یوزرمون ادرس کنترلر. خب ایندکسش که حالا اومده این یوزرها رو این آدرس ها رو گرفته، همون یه دونه زدیم به ادرس ریپوزیتوری، یه خط کده، فعلا کارش نداریم، احتیاج نداره به سرویس. برای استورش هم همین ها. خب داشبورد و اینجا کارت کنترلر. آها بچه ها، توی یوزر کنترلر من یادم رفت ریپوزیتوری رو از اینجا پاک کنم، چون دیگه داریم با سرویس کار میکنیم و به متدای ریپوزیتوری داخل یوزر کنترلر احتیاجی نداریم. خب حالا میایم کارت کنترلر. خب اینجا هم برم داخل کارت که خروجی ها رو ببینید. حالا تا این باز بشه ما بیایم سرویس هایی که میخوایم. ببینید الان ما توی کارت کنترلر یه دونه کارت ریپوزیتوری بوده باهاش ارتباط گرفتیم، یه دونه کارت پروداکت ریپوزیتوری بوده. سرویسش هم پس به همین صورت ما 2 تا سرویس براش ایجاد میکنیم. یه دونه کارت سرویس. خب اینو از رو همین کپی میکنم. کارت سرویس و این هم بدنش و یه دونه دیگه کارت پروداکت سرویس .php و دقیقا همین کد رو اینجا میذاریم کارت پروداکت. خب این هم از این کانستراکتورش رو هم بیام از این یوزر سرویسه که بهتره، اینطوری خلاصه تره. اینجا بیام بگم که کارت ریپوزیتوری اینترفیس و کارت ریپوزیتوری. برای این هم بگیم کارت پروداکت ریپوزیتوری اینترفیس و دالر کارت پروداکت ریپوزیتوری. خب یوزر کنترلر، اینا یوزر سرویس. خب حالا میخواستیم کارت کنترلر رو ریفکتور کنیم اینجا. خب متد ایندکس اول میام توی کانستراکتورش اونا رو اضافه میکنم. protected کارت سرویس دالر کارت سرویس و protected کارت پروداکت سرویس دالر کارت پروداکت سرویس. خب بعدش ریپوزیتوری ها رو، این 2 تا ریپوزیتوری رو پاک میکنم. خب متد ایندکسمون رو به چه صورت الان میتونیم ریفکتور کنیم؟ باید این کدی که اینجا داریم اینو انتقال بدیم به کارت ریپوزیتوری دیگه. خب کارت پروداکت ریپوزیتوریه. خب پس من اینو کامنت میکنم، کپی هم میکنم. کارت پروداکت سرویس. خب داره چی کار میکنه؟ get user card products. خب ما دقیقا همینو میایم اینجا و میگیم public function get user card products. خب و همون کد رو آوردم اینجا.
و اینو ریترن میکنم. خب اینجا ما فقط یه دونه یوزر آیدی اینتر دلار یوزر آیدی و یه دونه هم اره دلار ویت که این میتونه خالی هم باشه. خب ببینید اینجا یوزر آیدی رو ما بهش دادیم و یه آرایه برای جوینی که داره انجام میشه دیگه. خب اینو ما داینامیک باید از کنترلرمون دریافت بکنیم و اینجا هم میشه دلار بیت. اینو میارم توی یک خط. خب اومد از کارت پروداکت ریپوزیتوری این متد رو فراخوانی کردیم الان و همین کد رو میایم توی کارت کنترلر دقیقا میگیم کارت پروداکت مساویه با دلار دیس کارت پروداکت سرویس و get user card products. خب برای یوزر آیدی دقیقا همین ورودی رو ارسال میکنیم. برای آرایه ویت هم همین آرایه‌ای که پروداکت توشه. خب متد ایندکسمون بود دیگه، یعنی مشاهده سبد خرید. من الان سبد خرید رو باز میکنم ببینیم آیا داره به درستی کار میکنه یا نه. خب محصولی نداریم. خب این کتاب رو افزودن میزنیم. حالا دوباره سبد خرید رو رفرش میکنم. بله ببینید یه دونه محصول داره اینجا نمایش داده میشه، اطلاعاتش هم که به درستی داره نشون. خب متد بعدی که داریم اد تو کارته که ما الان اومدیم اینجا گفتیم که دلار کارت دیس کارت ریپوزیتوری get یوزر کارت. خب اینو به چه صورت بیایم انجام بدیم؟ میتونیم بیایم کل این قسمت رو خب ببریم توی کارت ریپوزیتوری و بله دیگه ببریم توی کارت سرویس، ببخشید ببریم توی کارت سرویس و اونجا حالا خروجی که هست رو ارسال کنیم. خب چون یه ریزالت داریم. خب من میام اینو یه کپی میکنم اد تو کارت، میام توی کارت سرویس یه متد پابلیک فانکشن اد تو کارت ایجاد میکنم و میام همین کد رو اینجا میذارم. ببین اینجا ما یه یوزر آیدی داریم، پس من اینجا میام میگم دلار یوزر آیدی، نوعش هم تعیین کنیم بهتر. خب و اینجا به جای این میگم یوزر آیدی. خب میگه اگر که کارت رو پیدا کن، اگر کارت نداشتی بیا یه دونه کارت کرییت کن. من دوباره اینجا رو میذارم یوزر آیدی و در نهایت افزودن محصول به سبد خرید یا افزایش تعدادش در سبد. خب کارت پروداکت ریپوزیتوری، کارت پروداکت ریپوزیتوری رو ما اینجا نداریم. میتونیم بیایم اینجا یه دونه کارت پروداکت ریپوزیتوری هم اضافه کنیم. پروتکتد کارت پروداکت ریپوزیتوری اینترفیس دلار کارت پروداکت ریپوزیتوری، یا میتونیم اینو دوباره ببریمش توی سرویس کارت پروداکتمون و از اون بخونیم. خب اینجا ما یه پروداکت آیدی هم داریم. خب حالا میتونیم پروداکت رو بگیریم. ببینیم پروداکت رو جای دیگه استفاده کردیم، نه پروداکت رو جای استفاده نکردیم، پس میتونیم پروداکت آیدی رو هم و اینت دلار پروداکت آیدی. خب QTYش هم که یکه دیگه، اینو ریترنش میکنیم. خب میایم توی کارت کنترلر دقیقا این کد رو من کامنت میکنم که بدونیم کجا رو کامنت کردیم. خب میایم میگیم دلار ریزالت مساویه با دلار دیس کارت سرویس اد تو کارت
خب یوزر آیدی رو باید بهش بدیم، مستقیما میایم همین رو بهش میدیم، این یوزر آیدی شو و اینجا هم دلار پروداکت آیدی رو. خب اینو ببندم که زودتر باشه. ببینید یوزر هم دیگه استفاده این نشده و من اینو پاک میکنم. حالا میام یه دونه محصول به سبدم دوباره اضافه میکنم. خب این محصول بود توی سبد ما، الان باید تعدادش 2 تا شده باشه که درسته، قیمت ها هم درست ویرایش شدن. خب حالا میام یه کتاب دیگر رو انتخاب میکنم، افزودن میزنم که کتاب جدید باشه. بله این کتاب هم به سبد خریدمون اضافه شد. خب حالا میایم متد بعدی شو ادرسز هست. خب دقیقا این رو هم ببینید اینجا ما اومدیم یوزر رو لود کردیم، ادرسز و کارتش رو، ادرسز رو دادیم به این، کارت رو دادیم به این. هم میتونیم ببریم توی کارت سرویسمون. خب به چه صورت اینو ببریم؟ اینجوری دوتاشو یه متد، یعنی یه متد می نویسم، فانکشن get user address and cart بود دیگه. خب و این کد رو میام اینجا میذارم. خب حالا آره این یوزر رو از بالا از ورودی میگیرم، میگم یوزر دلار یوزر. خب اضافه کنیم و اینجا میام میگم بیا ریترن کن. ببینید یه دونه ادرسز میخوام، ادرسز رو دلار یوزر ادرسز و یه دونه کارت رو دلار یوزر کارت. خب این میتونستید اینو اصلا دستش نزنید و همین جا هم باشه، حالا اینجور بهتره. و ببین الان ما اینجا داریم یک آرایه برمیگردونیم که 2 تا کلید داره، یکی ادرسز یکی هم کارته. خب پس ما میایم اینجا میتونیم اینطوری بگیم یه آرایه داره دریافت میکنه که اولیش سزه و دومیش کارته. خب میشه دلار دیس کارت سرویس گت یوزر. تو کارت پروداکت نوشتم ببخشید، اینو میاریمش توی کارت سرویسمون. get user address and cart و یه دونه یوزر رو داره بهش میده که مستقیما همین authenticate user رو میدیم. خب دیگه این یوزر هم هیچ استفاده ای نشده. ببینید درسته این یوزر هم دیگه توی این متد استفاده ای نشده. خب حالا بیایم بریم مرحله بعدی، ادامه مراحل خرید. خطا میده کارت کنترلر و 39 undefined array کی. این بریم اینجا دیدی کنیم دلار یوزر رو ببینیم داره چی به. خب دلار یوزرمون که هست، یه ذره بزرگ کنم که ببینید قشنگ. خب ریلیشنزش ببینید 2 تا اریه، ادرسز و کارت. خب بیایم ظاهرا مشکل خاصی نباید داشته باشم. اینو
ریترن کنیم. بگیم result result addresses رو خب این شده یه آبجکت، در صورتی که ما اینجا یه اری داریم ارسال میکنیم. چرا؟ ببینید اینجا الان یه اریه، ولی اینجا وقتی ما دیدی میگیریم دالر ریزالت رو لیست آبجکت. تایپ باشه get type اینجا. خب ببینید الان اینجا هم داره اینجا باش خطا داشت میگفتش که اریه. ببینید داره میگه تو اری آن اری، یعنی ما یه دونه اری داریم دوباره تو اری بهش میزنیم. پس چرا وقتی من میگم صفر نمیذاره؟ اینشو برداریم کلیداشو. آره حالا شد. باید همونطور هم درست کار میکرد دیگه. خب حالا اینو برگردونم به این حالت اول، رفرش کنم درست شد. نمیدونم چرا وقتی اینجا کلید براش گذاشته بودیم این خطا میداد. حالا بعضی وقتا پیش میاد از این خطا. خب حالا ببینید لیست آدرس ها رو داریم اینجا به درستی میبینیم. خب متد بعدی که توی کارت کنترلرمون داریم سلکت ادرسه و کدش رو ببینم. خب اینجا که من چک کردیم که آیا ثبت خرید هست یا نه و بعد اومدیم آدرس رو آپدیت کردیم. خب چجوری میتونیم بذاریم اینا باشه؟ خب اینا باشه همینجا. میتونیم اینا یه کمی ساده تر بنویسیم.
یعنی به جای اینکه بیایم یوزر رو بگیریم، یوزر رو لود کنیم، حالا بیایم کارتش رو بگیریم، حالا بیایم چک کنیم، دقیقا این خط کدمون رو بیاریم همین اینجا و بگیم کارت. البته خب بگیم کارت. خب اگر که این رو نداشت، حالا اینجا لودش رو هم بردارم، این کارت رو هم بردارم. خب این قسمت آپدیت ادرسمون رو هم ببریم توی کارت سرویس، بگیم پابلیک فانکشن آپدیت کارت ادرس و اینو ریترن کنم. خب ریترن کردیم کارت ریپوزیتوری آپدیت ادرس. اینجا یه دونه یوزر آیدی داریم که از ورودی میگیریم، اینت یوزر آیدی و اینجا یه دیتای ادرس آیدی داریم که این رو هم میایم از ورودیمون میگیریم و اینتر ادرس آیدی. خب حالا میایم کارت کنترلرمون رو اینجا میگیم که اینو کامنت کنم دلار دیس و کارت سرویس آپدیت کارت ادرس دلار یوزر آیدی و دلار دیتا ادرس آیدی. خب این دقیقا همونه دیگه. این هم پاک میکنم. حالا یه دونه رو انتخاب میکنم ببینم که آیا ثبت میشه یا نه. خب اطلاعات با موفقیت ثبت شد. رفرش میکنم که ببینید، تغییرش میدم، اطلاعات با موفقیت ثبت شد و رفرش کردم. اوکی. خب دوباره کامنت کنترلر رو اینجا داریم. خب اینم کار خاصی انجام نمیده دیگه. کامنت ریپوزیتوری رو اومدیم متد کرییت رو خوندیم. خب دوستان من یه کاری برام پیش اومد، چند دقیقه ویدیو رو استاپ کردم. حالا برگشتیم که ادامه. هوم کنترلر رو می‌خواستیم ریفکتور کنیم. ببینید برای اینکه ما هوم کنترلر رو بتونیم با سرویس یه سرویس واسش پیاده سازی کنیم، ما میتونیم منطق سرویس هامون رو بیایم به این صورت بذاریم که برای هر صفحه یه سرویس در نظر بگیریم. خب یعنی ما یه دونه هوم کنترلر داریم و یه دونه هوم سرویس هم ایجاد بکنیم و حالا متد هایی که داره رو طبق همونها متد های متناسب باش توی هوم سرویس ایجاد کنیم و توی هوم کنترلر از هوم سرویس فراخوانی کنیم دادامون. یا اینکه مثلا ما میتونیم بیایم اینجا بگیم که خب بیایم ما توی مثلا پروداکت سرویسمون یه دونه متد دیگه ایجاد بکنیم، ولی از متد هایی که داریم استفاده بکنیم و یک متد دیگه ایجاد بکنیم که پروداکت های اسلایدرمون رو بگیریم و همینطور برای این که آخرین محصولات رو داریم دریافت میکنیم بیایم از یه متد توی پروداکت سرویسمون، نه پروداکت ریپوزیتوری، آخرین محصولات رو بیایم دریافت بکنیم. خب الان دو تا روش من به شما پیشنهاد دادم که میتونیم حالا از هر کدوم که خودمون میخوایم استفاده بکنیم. روش اولی که ما بیایم یه دونه هوم سرویس ایجاد بکنیم و داخل اون برای هر متدمون یه دونه متد در نظر بگیریم و اطلاعاتمون رو بگیریم. خب مزیتی که داره اینه که منطق هر صفحه‌مون رو جدا میکنه و خانایی کدمون رو بالاتر میبره دیگه. یعنی ما مثلا متد ایندکس این مستقیما میریم توی متد حالا مثلا گت پروداکتس هوم سرویسمون و اون رو میخونیم. خب ولی اگر بخوایم اینجا از پروداکت سرویس استفاده بکنیم، اگر مثلا پروداکت صفحه هوم سایتمون تغییر ایجاد بشه داخلش، اون وقت ما باید بیایم کنترلرهای زیاد، مثلا اگر
حالا یه کدی باشه که تکراری باشه. خب لازمه که مثلا تغییرات اون بیشتر میشه. یه روش دیگه هم ما میتونیم استفاده کنیم که ادغام این دوتا روشه. من قبلی ها رو ببندم. ادغام این دوتا روشه، یعنی من بیام یه دونه هوم سرویس ایجاد بکنم و داخل هوم سرویس از پروداکت سرویس هم اطلاعاتی که میخوام رو دریافت بکنم. خب اونجوری مثلا اگه 2 روز دیگه بنر هم بخوایم اضافه بکنیم، بلاگ هم بخوایم اضافه کنیم، دیگه ما میریم هوم سرویسمون رو ادیت میکنیم، هوم کنترلرمون رو کارش نداریم. خب پس ما الان اینجا بیایم یه دونه هوم سرویس هم ایجاد کنیم. خب حالا مثل اینها من بیام اینو کپی کنم خودش توی هوم سرویس و پیستش کنم، متداشو پاک میکنم دیگه، کانسترکتورش باشه. اینجا هم میشه هوم سرویس. خب توی کانسترکتورش ما الان فعلا متد ایندکس رو اینجا داریم، درسته؟ ما فعلا متد ایندکس رو اینجا داریم که این فقط داره از پروداکت ریپوزیتوری اطلاعات رو میگیره دیگه. پس من توی کانسترکتورش میگم protected، اینو لازم ندارم، اینو باید تغییر بدیم. پروداکت ریپوزیتوری اینترفیس دالر پروداکت ریپوزیتوری. خب این پروداکت ریپوزیتوری اینترفیس رو اینجا ما الان اضافه کردیم. حالا میایم متدی که میخوایم رو اینجا ایجاد میکنیم و دیتا هامون رو میگیم public function get products یا get products. خب و اینجا میگیم دالر دقیقا همون کدی که اینجا داشتیم، دالر اسلایدر پروداکتس رو اینجا میذارم و دالر پروداکتس هم رو هم اینجا میذارم. خب میام ریترن میکنم دالر اسلایدر پروداکتس و دالر پروداکتس. بذارید اینجا من کلید براش تعیین کنم ببینم که آیا بازم خطا میده. خب الان من یه آرایه دارم ارسال میکنم، برمیگردونم و میرم اونجا آرایم رو میگیرم توی مبندی. خب اینجا به جای اینها اینو کامنت کنم، میگیم آرایه دالر اسلایدر پروداکتس و دالر پروداکتس مساویه با دالر دیس. اینجا توی کانستراکتورمون میایم هوم سرویس رو میگیریم دیگه، به جای این میگیم هوم سرویس و به جای این هم میگیم هوم سرویس. خب پس میگیم دالر دیس و هوم سرویس get home products. خب حالا من میام صفحه ایندکس سایتمون رو نزدیم. ببینیم داره کدمون به درستی کار میکنه یا نه. دوباره همین خطا رو داره میده. و من اگر بیام اینو ریترن کنم
اسلایدر پروداکتس دیتا بذاریم دلار اسلایدر پروداکتس دلار دیتا. خب اینو ریترن کنیم ببینیم. آها درست شد. حالا به این صورت و دلار پروداکتس مساوی با دلار دیتا پروداکتس. ببینیم الان درست داره کار میکنه. بله اطلاعاتمون رو داره نشون میده. خب این اسلایدرمون لود شده. اینم که جدیدترین محصولات. تو من اینو بذارم ریزا یا بذارمش هوم پروداکت که بهتر میشه. خب اینا رو هم پاک میکنم. ببینید الان ما هم اومدیم اون حالت صفحه محوری رو پیاده سازی کردیم، یعنی نگه داشتیم، و هم اومدیم از پروداکت سرویس اینجا پروداکت ریپوزیتوری استفاده کردیم، در صورتی که می‌خواستیم اینجا از پروداکت سرویس استفاده کنیم دیگه. این اون حالت صفحه محور رو الان فقط داره. خب و ما الان میایم اینجا به جای این میگیم پروداکت سرویس و اینجا هم پروداکت سرویس. حالا من میتونم پروداکت سرویس هم رو ببینم. یه دونه متد دیگه میذارم get all products. خب و همین متد رو با این شروطی که داره بهش پاس میدم. خب with condition مثلا public function get products with condition. دقیقا یا این رو یه کپی ازش میگیرم و اینجا ریترن میکنم. خب که این حالا اینا رو داینامیک میکنم دیگه. میگم دلار ویت یه آرای است، دلار اوردر بای که نال دیفالتش، کاندیشنزش دلار کاندیشنزش دیفالتش یه آرای خالیه و دلار لیمیت هم یه آرایه خالیه. خب به جای اینا متغیرامو میذارم. میگم دلار ویت دلار اوردر بای. خب این کاندیشنمه، دلار کاندیشنز و لیمیت. خب الان درست شد. get products with conditions. حالا میام توی هوم سرویسم اینجا این کد رو یه اینتر بزنم کامنتش کنم که کاندیشنش و ورودی هایی که میخوام بهش بفرستم و لازم دارم. this product service get products with conditions. خب ببینید دقیقا همین ورودی که اینجا داشتیم، چون ترتیبش یکیه دیگه، همین رو میدم به این و اینو پاک میکنم. خب اینجا هم همینطور میگم بیا از product service get products with conditions. ورودیاش هم که همونه دیگه، درست. خب دوباره صفحه‌مو رو رفرش میکنم ببینم خطایی ندارم. نه اوکیه همه چیز و داده ها داره به درستی برای من نمایش داده میشه. خب این از این. خب هوم کنترلرمون رو هم الان درسته دیگه اومدیم ریفکتور کردیم، از سرویس داده ها رو گرفتیم. خب کنترلر بعدیمون پیمنت کنترلر. خب
ببینید پیمنت کنترلر رو هم ما میتونیم دوباره به چه صورت خب میام یکی یکی شروع میکنیم اینا رو انتقال میدیم دیگه. متد هاشو باید یه دونه پیمنت سرویس ما باید ایجاد بکنیم، متد ها رو دونه دونه انتقال بدیم به اونجا. خب پس میایم یه دونه سرویس payment service.php ایجاد میکنم. خب PHP namespaceش رو هم app services و کلاس payment service. خب یه کانستراکتور براش میسازیم public function underline construct. خب این از من اضافی ها رو ببندم. خب پیمنت کنترل. خب ما توی پیمنت سرویس هم احتمالا اینها رو داریم دیگه، چون قرار کد هایی که داره با ریپوزیتوریامون ارتباط برقرار میکنه و کلا کد هایی که منطق برنامه‌مون رو دارن اینجا کنترل میکنن به سرویس هم منتقل کنیم. حالا میتونیم دونه دونه هم این کار رو انجام بدیم. خب پیمنت کنترلر متد پیمنت. خب اومدیم مثلا اینجا یوزر رو گرفتیم، کارت رو گرفتیم، پروداکت هامون رو چک کردیم. این همه منطق برنامه است دیگه، این همه باید منتقل بشه. خب رندر کردیم. خب حالا چی کار میکنیم؟ حالا میایم کل این کد رو ما منتقل میکنیم به سرویس. ایکس بزنم مثلا که پابلیک فانکشن اسمش هم بذاریم هندل پیمنت. خب این کد رو گذاشتم داخلش. حالا میام ریفکتورش کنم. درسته، ببینید پیمنت ریپوزیتوری، اوردر آیتم ریپوزیتوری، اوردر ریپوزیتوری، من همه اینا رو دقیقاً میارم داخل کانستراکتور این. یوز میکنم همه رو. خب حالا ما اومدیم اینجا یوزر رو گرفتیم، کارت رو گرفتیم، get user کارت و اونم جوینش. اومدیم گفتیم اگر کارت رو نداشتیم، خب ببینید ما الان چون توی سرویس هستیم، خب یعنی خروجی که داریم برمیگردونیم باید یه دونه مثلا یه نتیجه یه ترو فالس بهش بدیم که ببینیم آیا این خروجی که این ریزالتی که الان دارم دریافت میکنم یه اروره یا یه ساکسسه. خب پس ما میایم اینجا میگیم که تو شما بیا یه آرایه دریافت کن دلار handle payment result. خب این مساوی میشه با دلار دیس. به جای این هم حالا این فعلا باشه، بیام بگم protected payment service دلار payment service. خب بیا بگو دلار دیس payment service و handle payment. خب حالا من اینو اصلا ریترنش کنم ببینم چی داره. خب این متدیه که ما وقتی روی دکمه پرداخت میزنیم این میره و فراخوان میشه. خب الان که داره خطا میده قطعا اگر بزنم. خب نه دیگه الان داره اینا رو برمیگردونه. خب من الان یه دونه بزنم. آها payment not found. خب من میام دقیقا همینا رو هم خب همینا رو هم اینجا میذارم. یه کنترل شیفت اف که بزنم خودش وقتی مرتب سازی میکنه اضافیاشو برمیداره.
اینا تکراری هست. این کنترل شیفت اف که بزنم الان دیگه اضافیاشو پاک کرد. خب دوباره رفرش میکنم. اینوایس اپ سرویسز و اینوایس. اینوایس خب و حالا خب رفت به اینجا، رفت به درگاه. خب ببینیم ما الان هیچ تغییر توش ایجاد نکردیم. خب حالا میخوام بیام پیمنت سرویس هم بگم خروجیام رو یه جوری کنترل کنم که متوجه بشم الان این هر چی که داره اینجا میفرسته ما اینجا داریم الان ریترنش میکنیم دیگه، در صورتی که ما گفتیم اینجا ما باید ورودی و خروجیمون رو توی کنترلر کنترل کنیم. خب پس میام اینجا میگم به جای اینکه اینو ریدایرکت کنی، خب ببینید خب بک داره میزنه به هوم، اینجا بک میزنیم به کارت ایندکس. خب که محصولمون موجودی نداره. ما میتونیم بیم همه رو به یه روت بفرستیم. خب یعنی من اینجا خب اینجاش کنیم بهتر این بگم ریترن کن یک آرایه که حالا نتیجه اون ساکسزه یا اروره که اینجا میگیم فالس و یه پیغام حالا اینجا بهش بدیم که سبد خرید یافت نشد. خب این کدو کامنت میکنم. خب فالس و سبد خرید یافت نشد. خب حالا میایم توی فور ایش میگیم کارت پروداکت از کارت پروداکت دلار پروداکتمون رو گرفتیم، استوکش رو چک کردیم و گفتیم اگر استوک کوچیک‌تر بود یعنی موجودی نداشتیم دوباره میایم میگیم که ریترن کن اره. خب این که نتیجه عملیاتمونه فالس و یه دونه مسیج دیگه. مسیج اینجامون چیه؟ دقیقا همین. خب این محصولمون موجودی کافی نداره. خب حالا دوباره اومدیم اینجا توتال پرایسمون رو محاسبه کردیم، گفتیم بیا سام کن کیوتیوای در پرایس رو ضرب کن. خب توی اینجا اومدیم اوردرمون رو ایجاد کردیم، استاتوس و توتال پرایس رو براش توی دیتابیس ثبت کردیم و گفتیم کارت پروداکتمون رو هم بیا توی اوردر آیتم ریپوزیتوری و متد کرییتمون. خب و حالا اومدیم اینجا گفتیم بیا پیمنت رو کالبک کن، روتمون اینه و اینجا رندر. خب من اگر بیام اینجا اینو داخل یک متغیر بفرستم چون قراره یک آرایه من برگردونم دیگه، بگم پیمنت رندر باشه این و اینجا بیام ریترن کنم true دلار پیمنت رندر. خب من اینو بک میزنم یه رفرشم میکنم. حالا ببینیم چی بهمون برمیگردونه. نکنید حالا یه کد به هم ریخته ایه فعلا. خب که اول تروه خونه صفرش تروه و بعد حالا یا اون مسیجه یا پیمنت رندرمونه دیگه، یعنی یا صفحه پرداختمونه یا مسیجمونه. خب پس ما میایم اینجا میگیم که اگر ریترن کن دلار
handle result payment صفره، خونه یعنی اولیش که نتیجه‌مونه. خب اگر که این true بود بیا دلار handle payment result یکمون رو برگردون. در غیر این صورت بیا ریدایرکت کن، همون ریدایرکتی که توی خطاهای اینجا داشتیم. یعنی ببینید گفتیم اگر خطا داشت بیا ریدایرکت کن به روت این، دقیقا همین من اینجا می نویسم، به روت مثلا حالا کارت ایندکسمون یا به روت هوممون و اینجا میگیم دلار هندل پیمنت یک. این مسیجمون بود دیگه، یعنی اگر ما خطا داشته باشیم این یک پیغامی بود که داشت به ما نشون میداد. ریترن ببند، اینو ببندم یه ذره بهتر بشه. خب برمیگردم یه رفرش میکنم و حالا ببینید الان داره به این درگاه پرداخت وصل میشه، چون ما اومدیم گفتیم اگر که ترو برگردوند که این هم پیمنت ریزالتمونه، ولی اگر این نتیجهش فالس بود این یه مسیجیه دیگه، یه مسیج، یه استرینگه که مسیجمونه. خب مسیج رو برگرد. خب متد بعدی که توی پیمنت کنترلر داریم متد وریفای مونه. خب ما وریفایمون رو چیکار کنیم؟ دوباره میایم دقیقا هم کاری که بالا انجام دادیم دیگه، میایم اینجا یه متد دیگه اضافه میکنیم توی پیمنت سرویس به اسم مثلا verify payment. میگم public function verify payment. خب verify payment همون آره هم کدی که اونجا داریم الان من اینجا میام کپی میکنم، اینه verify payment همون دقیقاً کدی که اینجا دارم، اینو کلیه شد. نه دیگه اینو نمیخوام، اینو کپی میکنم و میارم توی این. خب پروداکت ریپوزیتوری رو ما این بالا اضافه کردیم. نه خب حالا اضافه میکنیم هرچی که لازم داشته. این هندل پیمنت رو ببندم. خب وریفای پیمنت، ببینید اینجا ترانزکشنمون رو گرفتیم، اومدیم گفتیم پیمنتمون رو بیا از توی پیمنت ریپوزیتوری فرست اور فیلش رو بگیر، اوردرمون رو هم اومدیم گفتیم از اوردر ریپوزیتوری فرست اور فیل بگیر. خب اینجا اومدیم گفتیم اوردر آیتم هامون رو دوباره بیا موجودی هاشون رو چک بکن. خب آپدیت استاتوس و اینجا ریترن کن دلار، اینجا ریدایرکته که پیمنت رو داره برمیگردونه دیگه، پیمنت ریزالت و پیمنت. خب اینجا ما یه پیمنت لازم داریم که برگردونیم چون میخوایم پیمنت ریزالت رو نشون بدیم. ببینم دیگه چه ریترن هایی داریم توی این کدمون که حالا بیایم طبق اون این کد رو خروجیاش رو تغییر بدیم. خب اینجا هم ما در نهایت یه پیمنت داریم، پس ما میایم پیمنتمون رو برمیگردونیم اینجا. خب دلار پیمنت مساویس با دلار دیس پیمنت سرویس verify payment. خب و نتیجه پیمنتمون رو میدیم به پیمنت ریزالت. ببینید اینجا ما الان یه دونه پیمنت این آخرش، یه دونه ریترن این آخرش داشتیم که اینو کپی نکردیم، یه دونه ریترن اینجا داشتیم که میره به پیمنت ریزالت،
یه دونه هم ریترن اینجا داشتیم که دوباره میره به پیمنت ریزالت با پیمنت. خب و ریترن دیگه ای نداریم، پس به خاطر همین پس ما خروجی که از این لازم داریم یه پیمنته. ما الان با این روش کار میکنیم چون قبلا اومدیم کد رو نوشتیم و الان داریم ریفکتورش میکنیم. ولی شما اگر از اول با همین ریپوزیتوری سرویس، حالا با دیزاین پترن دیگه ای که میخونید یادتون میدم کار بکنید، از اول اینها رو توی پروژه پیاده بکنید، دیگه همچین چیزی شما ندارید. شما میدونید که خروجی این متدتون یه پیمنته. خب یا خروجی این الان میدونید که اریه. من این اره هم اینجا نوشتم، این یعنی که خروجی این متدم از نوع اریه. من هر جا برمیگردونم باید اره برگردونم. اینجا الان من میگم خروجی این متدم از نوع پیمنته، مدل پیمنته. خب پس من هر جا دارم چیزی برمیگردونم باید پیمنت. ببینید الان قرمز شد بر من، یعنی که این نوع خروجی که من الان اینجا دارم با نوع خروجی که این بالا تعریف کردم مدلز پیمنت یکی نیست. خب پس من اینجا میگم ریترن کن دلار پیمنتو. ببینید به همین راحتی اینجا پروداکت ریپوزیتوری رو من اضافه کنم. خب دیکریمنت استوک، این invalid exception رو هم اضافه کنم. خب اینجا هم میگم بیا ریترن کن پیمنت رو. من هر چیز دیگه ای به جز تایپ پیمنت اگر که برگردونم این کد به من خطا میده، چون اینجا من اومدم نوع خروجیم رو تعریف کردم و من 100% باید از همین نوع خروجی برگردونم. خب کد وریفایمون هم اوکیه، چیز تغییر دیگه ای نداریم دیگه. اینجا که اومدیم مسیجش رو توی دیتابیس ثبت کردیم، استاتوس ها رو تغییر دادیم و اوکیه به نظرم. آره چکش میکنیم. خب بذارید این متد بعدی رو هم که برمیگرده به این دیگه. ببینید ریزالت ما در اینجا برمیگردیم به روت پیمنت ریزالت رو داریم نمایش میدیم به کاربر بعد از اینکه وریفای میکنیم پرداخت رو. این روت پیمنت ریزالت این متده. من این متد رو هم میام ریفکتور میکنم اینجا که دیگه یه دفعه تستش میکنم. خب برای این هم میام توی پروداکت سرویس هم یه دونه متد دیگه می نویسم، public function handle payment result. خب این یه دونه پیمنت. ببینید چون اینجا ما اگر این کد رو دوباره همش رو کپی کنیم، حالا من این ریترنم کپی میکنم که اینجا بدونید داریم چیکار کنیم. خب ببینید ما اینجا یه دونه پیمنت رو از ورودی گرفتیم اینجا. خب پس الان بهتره یه دونه پیمنت رو به این بدیم. مدل پیمنت دلار پیمنت. خب حالا اومده گفته دوباره هم کد دقیقا هیچ تغییری لازم نداره، فقط اینجا توی دوباره ریترن هامون ما باید یه تغییر ایجاد بکنیم دیگه. نگاه کنید اینجا الان یه پیغام داریم ارسال میکنیم، حالا این اشتباهه، نباید اونجا هم توی پیمنت کنترلر هم نباید اینو به این صورت ریترن میکردیم. خب حالا میگیم دوباره یه اره مثلا ارسال میکنیم که اینجا اروره، تایپش اروره که این فالسه و این هم مسیجمونه سفارش یافت نشد. اینو من اضافه کنم. خب اینجا دیلیت کردیم و اینجا ما پیمنتمون رو برمیگردونیم یا نه میتونیم یه پیغام هم برگردونیم که فقط بگیم که ترو. میتونیم ترو و پیمنت هم بگیم، فرق نمیکنه. خب میتونیم اینجا
بگیر true و دلار پیمنت. خب اینجا من تایپش ببین، تایپ الان به صورت کمرنگ داره به من نشون داده میشه، یعنی من تایپ خروجی این چیزم الان هر جا که خروجی دارم اری ریترن کردم، یه اری رو ریترن کردم، یک اری رو. خب اینجا تایپش رو هم میذارم، چون بعد تمام متد هاتون چه توی کنترلر چه تو جاهای دیگه توی اینترفیس ها همه جا میتونید این تایپ خروجی ببینید. یعنی تایپ خروجیمون یا استرینگه یا ویوه. ببین اینجا من یه دونه استرینگ ریترن کردم، اینجا یه دونه ویو ریترن کردم. خب به خاطر همین اومده گفته یا استرینگ یا ویو. ببین اینجا میکس اومده، یعنی که معلوم نیست چه تایپ خروجی ما داریم اینجا، و یا یه دونه ریدایرکت ریسپانس که اینه. خب حالا این کد رو کلا بر میداریم دیگه، این کد رو بر میداریم. میام میگم که دلار هندل پیمنت ریزالت مساویه با دلار دیس پیمنت سرویس و هندل پیمنت ریزالت. ورودیشم که پیمنت. خب و اینجا میام چک میکنم که اگر هندل پیمنت ریزالت صفرم تروه، خب میام این ویو رو بهش نشون میدم، این ویو رو. ولی اگر که اون فالسه میام حالا بک میکنم و ارور رو بهش نشون میدم. یا نه در هر حال ما میتونیم پیمنت رو بهش نشون بدیم. اینجا سفارش یافت نشد. البته بله دیگه، این سفارش یعنی اصلا مربوط به این کاربرم نیست. خب پس ما اینجا میایم میگیم که دقیقا مثل بالا، من این بالا رو کپی کنم، اینجا کامنت کنم. خب هندل پیمنت ریزالت. خب میگیم هندل پیمنت ریزالت صفرمون اگر ترو بود، خب پس ما میایم این رو ریترن میکنیم، ریترن ریدایرکت، این ویو رو ریترن میکنیم. خب ویو رو ریترن میکنیم. اگر فالس بود میایم میریم به کارت ایندکس با این مسیجی که ما اینجا ارسال کردیم. خب الان من اینو پرداختش رو بزنم. ببینید پرداختش با موفقیت انجام شد و این هم کد پیگیری. چون همه چی درست بود ما رو هدایت کرد به صفحه نتیجه پرداختم. خب پروداکت کنترلر. خب ببینید الان اینجا دوباره ما کاندیشنز داریم. خب اگر کتگوری داشتیم پروداکت کنترلر اومده پروداکت ریپوزیتوری آل، و اگر کتگوری نداشتیم کاندیشنز. خب ما یه کار دیگه میتونیم بکنیم، میتونیم بیایم اینجا اگر این ست دیتای کتگوری داشتیم کاندیشنزمون رو بیاریم اینجا ست کنیم. در غیر این صورت بیایم بگیم که دلار کاندیشنزمون یک اره خالیه. خب و دقیقا این کد رو بیاریمش اینجا. خب به این صورت این کد رو من بردارم. البته چه کتگوری داشته باشیم چه کتگوری نداشته باشیم
استوک بزرگتر از صفر میتونیم مثلا استوک بزرگتر از صفر رو هم نذاریم و روی محصولاتمون اینجا توی خانه روی محصولاتمون یه تگ مثلا موجود ناموجود اضافه بکنیم. این کار رو هم میتونید بکنیم. خب یا میتونیم اینو بذاریم فقط استوکش رو بریم چک بکنیم و اینجا این که این رو من میگم از پروداکت سرویس رو اول توی کانستراکتورش اضافه بکنم. پروداکت سرویس دلار پروداکت سرویس و اینجا میگم پروداکت سرویس get products with conditions. خب کجاست اینجا پروداکت ایندکس اینجاست دیگه. بله ببینید چه کاتگوری داشته باشیم چه کاتگوری نداشته باشیم داره محصولات رو به درستی به من نشون میده. خب ببینید الان نکنید الان خیلی راحت تونستید مزیت استفاده از این دیزاین پترن ها رو ببینید. ما یه دونه متد قبلا نوشتیم و الان توی کنترل‌های مختلف توی جاهای مختلف چندین بار ازش استفاده میکنیم. دیگه من نمیام دوباره کدی که داخل این هست تکرار بکنم. هم مجموعاً کد هم خیلی کوتاه‌تر میشه و هم خیلی سریعتر کد من گسترش پیدا میکنه. این پروژه من پیش میره و اگر تغییر هم که لازم باشه انجام بدم خیلی راحت میتونم روی این متد انجام بدم و روی همه اعمال بشه. خب متد شو که چیزی نداره میتونید اینو هم مثلا بفرستید توی سرویس ولی اصلا لزومی نداره. خب یوزر کنترل هم که فعلا چیزی توش ننوشتیم. خب خودتون بچه ها ببینید قبلا هم بهتون گفتم یه سری قسمت ها رو ما پیاده‌سازی نکردیم. مثلا لیست سفارشات برای یوزر توی پنل ادمین. حالا در انتهای پروژمون کم کم اینها رو انجام میدیم. یعنی وقتی که دیزاین پترن ها رو بهتون بگم بعدش میایم با هم خیلی راحت مثلا لیست اوردرها و پیگیری سفارشات و اینها رو انجام میدیم. ولی خودتون الان میتونید برای تمرین اینا رو دونه دونه اضافه بکنید و انجام بدید. خب حتما تمرین کنید که خیلی توی برنامه‌نویسی واقعا تمرین مهمه. خب امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. حتما سوالات و مشکلاتتون رو توی کامنت بنویسید تا راهنماییتون کنم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا بقیه ویدیوها رو از دست ندید. منتظر دیدنتون توی ویدیوهای بعدی هستم.